یه لحظه بذار مرشاد رو صدا کنم. مرشاد دلغک منو تو این سرور اسپان کرد. بهش گفتم یه سرور بیا راحت بیام این انجام بدم. بذار بزنم این جوفنده چیه؟ بذار این چیه؟ بله خب اینو بذار اینجا. جب یه گوسفند. بذار بزنم جب. ول کن الله خلاصه تو بمی. مرغ بی نهایت. جب کمکم کن دارم به حمله میکنن. چیکار کنم؟ شمشیر رو بیرون بیار باهاش بزنشون. چطور میگی؟ یکو فشار بده جب زود باش رسیده. نه جب یکو فشار بده. شمشیر احمد شما رو یکو فشار بده در میاد. صبر کن تو شمشیر رو کجا قرار میدی؟ مگه روی یک نمیذاری؟ من فکر کردم گفتی یک همه اینو میدونین که شمشیر باید روی یک باشه. منظورت چه کمان باید روی یک باشه؟ تو آهایی اونجا باکس رو گذاشتم استخونت رو خورد کنم. وسط حرفتون میپرم. چطور میتونم اعتماد مرکب کنم؟ نه جف اینطوری که فکر میکنی هم نیست. راست صبر کن بیا اینجا گاگار بهتر از یه استادیا دیگه. بذار ببینیم اینجا شمشیر. سلام گایز خوش اومدید به این ویدیو دیگه. تو این ویدیو اومدیم با باشا بریم FC بازی کنیم. من لوادو برداشتم شاد باسا بچه‌ها. این FC 23 اصلا 25 نیست، فقط 23 فقط. میخوای نخوام. بریم سراغ ویدیو. Here we go. خب بازی شروع میشه. به من اصلا طرفدار ندارم، همش طرفدار خب بذار بازیکن خوش. خب الان دیگه بازیکن ها حذف شد، تموم شد. چقدر طولانی بود. خب الان باید این رو بنزاشو کنم. تونی کروس بعد لوکا کل کامنت های یوتیوب و اینستا اینه که میشه لاوا چیکنی همون مرغ ماینکرافتی درست کنی. منم فقط میتونم بگم رو چشم عشق ددش. سینه لیدی مرغ نیازیم. همه رو ریز بخوردش و غذا سازتو بیار و سینه تا تلپورت کن داخلش. یه دونه یومورتا، پیاز، زردچوبه، پودر سیر، نمک، فلفل سیاه، نشاسته ذرت. درشو بذار و لهینگش کن. قالبتو چرب کن و موادتو بریز داخلش و بده استابنا بسافدش. نیم مین بذار بپخه. حالا به معلم ریاضیت بگو اگه مرده اینا رو ماینکرافتی درش بیار. حالا چوب تو کتفش کن و با خلال دندون دست و پاشو بخیه بزن. اینو ماشین اسپورت شده. مایتابه گرمای وجود کره